روز 19 فوریه سال 2021 تخمینا ساعت 20:00 راننده автомашین تمغه هوندای استاریکس واسیلیف میخائیل یورویچ سال تولدش 1978 ساکن جماعت دهات استقلال نویه شهر نو هنگام حرکت کردن از سمت شهر دوشنبه به سمت نویه شهر نو در حدود جماعت دهات رضایی شهر ایسور از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد یوسف رمزلی قربان‌نظرویچ سال تولدش 1968 ساکن جماعت دهات رضایی شهر مذکور پخش نموده است. در نتیجه آخرین جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. 19 فوریه سال 2021 تخمینا ساعت 15:20 راننده автомашین بارکش تمغه شکمن سعیدوف بارولو مردانویچ سال تولدش 1967 ساکن ناحیه ورزاب هنگام حرکت کردن از سمت شهر خوجند به سمت شهر دوشنبه در حدود جماعت زده ناحیه ورزاب از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده از طرف چپ راه چپه شده است. در نتیجه خود راننده سعیدوف و پسرش سعیدوف علی اکبر بهرولویویچ سال تولدش 1991 ساکن همانجا جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. روز 21 فوریه سال 2021 تخمینا ساعت 7:00 راننده автомашین تمغه اوپل استرا تقایف کمال‌الدین محمد جانویچ سال تولدش 1987 ساکن جماعت دهات دهقان‌آباد شهر ایسور هنگام حرکت کردن از سمت شهر دوشنبه به سمت شهر ترسانزاده در حدود جماعت دهات سامانی از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به صدمه نقلیاتی دچار شده خود راننده تقایف و مسافران در داخل автомашین مذکور بوده ملیک و رجبگل سال تولدش 1990 ساکن جماعت شهرک شراره سنان و معرفت سال تولدش 1960 ساکن جماعت دهات سامان جراحت‌های جسمانی برداشته و یک مسافر دیگر автомашین قاسم و الفتای میرزایونا سال تولدش 1965 ساکن جماعت دهات رضایی شهر ایسور جراحت‌های وزنی جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد.